در بلندای سرزمین پارس پادشاهی برخاست که نامش را با عدالت آراست. کوروش کبیر امپراتوریش نه به قساوت که به عدالت استوار گشت تا مردمان در سایه‌اش به آرامش برسند. اما روزگار حتی بزرگترین پادشاهانش را به آزمون می‌کشد. آن روز در تالار سنگی شورای جنگ سربازان و ژنرال‌ها جمع شدند و همه نگاهشان را به پادشاه دوختند و کوروش با صدایی استوار نام جنگی را بر زبان آورد. نبرد با تومیریس، نبردی که سرنوشت دو ملت را رقم میزد. کوروش مردانه در میان میدان ایستاد، برزین اسب همچون کوهی ایستاده بود. اما تیری از کمینگاه یا دستی از تقدیر او را بر زمین زد. برخی گفتند در خون غلطی، برخی نوشتند در آرامش چشم فرو بست. او که در حیاتش اسیران را آزاد کردم عابد را دوباره برپا ساخت، اکنون خود به تاریخ سپرده شد. امروز در گذر زمان نام او چون ستاره‌ای بر تارک آسمان می درخشد و یادش برای همیشه در دلها